آیا بیت کوین قراره نابود بشه و 14,000 دلار رو ببینه؟ بریم تحلیل امروز رو داشته باشیم. سلام، محمد هستم. خوش اومدین به تحلیل بیت کوین. خب، بریم سراغ بیت کوین هفتگی. کندل هفتگیمون 21 ساعت و 50 دقیقه دیگه بسته میشه و همونطور که میبینید بعد از ریزشی که داشتیم تقریبا نصف اون کندل رو پر کرده و سبز شده. حالا این نشونه چیه؟ یعنی قراره برگردیم بالا یا مثلا صعودی بشیم؟ خب نه. اگر میخواستیم صعودی بشیم باید این یک کندل اینگالف میزد یا میومد تا مثلا نصف این ریزش رو برش میکرد و خب الان نصف کندل قبلی قرمز رو تقریبا پرش کرده. خب این یه جورایی نشون دهنده اینه که قراره بریم توی رنجی، توی استراحتی، قرار مارکت یه استراحتی بکنه. تایم فریم های پایین تری که بیایم تو روزانه همچنان همینطور که میبینید بیت کوین ریزش داشتیم، ریزشی هست و صرفا یه اصلاح ریزشی رو داریم میزنیم و سبز شدیم و احتمال این که بیت کوین همین جاها تو این محدوده ها، یعنی از 70-80 هزار دلار تا همین 90,000 دلار یه محدوده رنج رو درست کنیم و چند وقت تو این رنج باشیم زیاده. خب لیول های مهمی که داریم ببینید، بخوایم ادامه ریزش ها رو انجام بدیم لیول های مهمی که داریم یکی اینجا هست که 77,000 دلاره. بعدش میاد پایین تر میرسیم به طرف های اینجا 54,000 دلار. اینا محدودهای حمایتی مهمی هستن و 14,000 دلاری که اول ویدیو گفتیم که خیلی هم حرفش رو میزنن، تقریبا میشه گفت این محدوده حمایتی بعدیمون هست. حالا بعدی که نه، 54,000 دلار بعدی تقریبا میشه طرفای 30,000 دلار. بعدش میرسیم به اون 14,000 دلار. امکان این که برسیم هست ولی خب به این زودی ها نمیتونه برسه تا اونجا، مگر اینکه سود نزولی اکید بشه بازار و بعد چند مدتی بتونیم برسیم به اون لول. ولی اینکه همین الان یهو بریزه تا اونجا خیلی دور از انتظار و دور از واقعیت هست. خب بریم سراغ تایم فریم های پایین تر و ببینیم که پوزیشن داریم الان یا نه، ببینیم میتونیم پوزیشن باز کنیم یا خیر. همونطور که میبینید ما توی اصلاح ریزش هستیم و تو تایم فریم های پایین اینجا یه باکس رنجی داشتیم، باکس رنج رو از بالا شکوندیم، پوزیشن میداد، پوزیشن رو باز کردیم و استاپ خوردیم. حالا یه فیک بریک اوتی اینجا انجام شد. پس ما بیشتر پیگیری پوزیشن شورت رو میکنیم چون اینجا یه فیکی زد و میتونیم کف این باکس رو برای پوزیشن شورت در نظر بگیریم. حالا برای پوزیشن شورت رو اگر بخوام مثلا هنگامی که اینجا بیت کوین داره به این کف نزدیک میشه افزایش حجم داشته باشیم
جوری حالا این دیگه خودتون ببخشید. اینجا یه افزایش حجمی هم داشته باشیم. این افزایش حجم رو دیدیم میتونیم زود هنگامتر یا با ببخشید استاپ سل این زیر این ناحیه همین 408 استاپ سل بذاریم و پوزیشن رو پاس کنیم. یا حالا نه برعکسش اگر بخوایم بریم بالا ببخشید شون کنم. خب برای سودی بخوایم بریم بالا قسم پاک شدیم اگه اومدیم همینجا اومدیم بالا و یه کف بالاتری رو تشکیل دادیم اینجا تو شکست این سقف اینجا یه کف بالاتری رو تشکیل بدیم و اینجا هم مثل هم قبل یه افزایش حجمی رو داشته باشیم. افزایش حجم رو که دیدیم میتونیم اینجا رو هم شکست اینجا رو هم وارد پوزیشن لانگ بشیم. خب بریم سراغ دامیننس بیت کوین ببینیم که دامیننس بیت کوین چه وضعیتی رو داره. خب تو روزانه ببخشید خب تو روزانه دامیننس بیت کوین یه ریزشی داشتیم یه سقف پایینتری رو تشکیل دادیم. حالا اینا هم شاید بشه اینا هم یه سقف و کف در نظر گرفت اما این بهتر یه سقف و کف پایینتر زدیم. حالا اینو اگر کف در نظر نگیریم بهتره. اینجا روی سقف پایینتر زدیم و اینجا هم یه حالت پولبکی زدیم بهش. تایم فریم های پایینتر که بیایم اینجا یه حالت وی پترنی تشکیل داده اما خب دامیننسمون خیلی از الگوها و پترن ها رو پیروی نمیکنه. پس ما باید یه جورایی کندل به کندل نگاش کنیم. خب همین الانی که بیت کوین تو کف اون باکس رنج هست داره بیت کوین داره دامیننسش داره قرمز میزنه و داره از این لول یه ریجکتی میشه به سمت پایین. خب حالا برای اینکه ما بخوایم پوزیشن رو باز بکنیم برای پوزیشن شورت یعنی شکست این کف کانال رو میخوایم بگیریم. اگر دیدیم این کف کانال با افزایش حجم داره شکسته میشه و دامیننسمون میام اینجا دامیننسمون هم داره قرمز میزنه در اون صورت بیت کوین گزینه مناسب تری هست برای شورت. و اگر نه این سناریوی سعودی خواست اتفاق بیفته و خواستیم شکست سقف باکس رو بگیریم و دامیننسمون هم داشت سبز میزد گزینه مناسبمون بیت هست. حالا برای نزولی اگر بیتمون داشت کف باکس رو میشکست و دامیننسمون به سمت بالا داشت میرفت یعنی آلت کوین ها گزینه بهتری هستن برای شورت و برای لانگ هم همینطور. برای لانگ هم اگر
بیت کوین داشت سقف باکس رو میشکوند و دامیننسمون اینجا سقف باکس رو میشکست و دامیننس هم صعودی بود برای خود بیت، دامیننسمون نزولی بود. روی آلت کوین ها گزینه مناسب تری هست برای پوزیشن گرفتن. خب دامیننس تتر هم یه نگاهی بندازیم. روزانه صعودی بوده دامیننس تتر و الان یه اصلاحی داده. همونطور که میبینید چیزی که هست رو دامیننس بیت کوینمون، دامیننس تترمون ببخشید، احتمال اینکه بیاد و این سقفه رو یه بار دیگه تست بکنه و برگرده زیاده اینجا. اگر یه همچین سناریویی اتفاق افتاد، همینجا تو برگشتش میتونیم این کف رو در نظر بگیریم برای پوزیشن های لانگ. حالا تا این سناریو اتفاق بیفته یا اگرم نه که رفتیم به سمت بالا، شکست همین سقف رو تاییدیه برای پوزیشن های شورت. خب دیگه چیزی نموند. ممنون که ویدیوی من رو نگاه کردین. روزتون خوش.